دوستانی عزیز، صحبت روز رو پیشنهاد شما می‌نماییم و امروز نیز در مورد بیماری همهگیری کووید 19 رعایت قاعده‌های بهداشت جهت پیشگیری از این بیماری و حتما که قبول واکسن صحبت داریم. در این صحبت ما رو همراهی می‌کند دکتر آرش علایی. خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردید در برنامه شما اشتراک. در آغاز می‌خواستیم در مورد پیشگیری این بیماری صحبت کنیم. ببینید، ما با یک بیماری نوپدید در دنیا طرف هستیم که اگر 100 نفر از اهالی به این بیماری مبتلا شوند، گرفتار شوند، 1 تا 3% فوت می‌کنند و قریب 15 تا 20 نفر از آنها مجبورن به بیمارخانه بروند. پس اصل اول این است که ما این بیماری را نگیریم. بله. از طرف دیگر عامل بیماری و سبب بیماری را کاملا میشناسیم. ویروسی است بسیار حیله‌گر و زیرک و فریبکار. بله. آیا می شود پیشگیری کرد به این بیماری مبتلا نشد، به این بیماری گرفتار نشد؟ بله. چطور می شود؟ ویروس دنبال این است که از سرحدات بدن عبور کند. این سرحدات کاملا شناخته شده است: بینی، دهان و چشم. بله. به این سبب است که ما همیشه توصیه می کنیم که اول کاری که همه اهالی، نوابسته به اینکه چه سنی دارند و چه جنسیتی دارند، اول نقاب بزنند. با همین نقاب زدن می توان جلوی سرحدات بینی و دهان را گرفت و ویروس وارد نشود. بله. دوم کار این است که دستها را با آب صابون بشوریم و به چشمهامان دست نزنیم. و سوم این است که چون ویروس در فرد گرفتار از دهان و بینی خارج می شود، نه کمتر از 1.5 متر از دیگران فاصله بگیریم. و چهارم که مهم است در این فصل تابستان این است که هوا گرم است. ما می‌دانیم که این هوای گرم باعث تشویش می شود. دوست داریم خنک باشد هوا. بله. ولی اگر در مشروطه، اتوبوس، ماشین یا در خانه هستیم، حتما تریزه ها، پنجره ها را باز کنیم، هوای تازه بیاید. با رعایت کردن این نکات می شود که از این ویروس حیله‌گر و فریبکار مسئول باشیم. بله. اما در امان باشیم. در مورد همین پیشگیری یا اینکه گرفتار نشدن به بیماری کووید 19 دو توصیه پیشنهاد می شود. توصیه های اولی که گفتید استفاده نقاب، رعایت فاصله اجتماعی، دوم این قبول واکسن. یعنی که اگر امروز ما در مورد قبول واکسن صحبت کنیم، ما با رعایت کردن نکاتی که گفتیم بدانیم علم پیشرفت کرد. بله. دانشمندان تحقیق کردند و یافتند چگونه می توان دستگاه مسئولیت را قبل از اینکه با این دشمن واقعی طرف بشود آماده کرد. ببینید، یک جنگ است که دستگاه مسئولیت میشناسد دشمنش را. یعنی در بیماری کووید بیماری را بدن میشناسد و 2 تا 3 هفته طول میکشد که او را از بین ببرد. ولی این مشکل چه میشود؟ مشکل این است که بدن به تهلکه میافتد. در بعضی شخصان هم ویروس را نابود می کند و هم حجیره های شش خودش را. حالا برای اینکه این تهلکه ایجاد نشود، محققان واکسن های کووید را یافتند. واکسن کووید چه کار می کند؟ هیچ کدام از واکسن هایی که در حال حاضر در دنیا داریم ویروس زنده نیست. قسمی از ویروس است یا ویروس خیلی خیلی سست شده. این را وارد بدن می کنند. از تزریقی که در بازو انجام می دهند، ویروس قسمیش یا خیلی ضعیف شده را به بدن نشان میدن. دفاع بدن آمادگی پیدا میکند. در اصطلاح مثل این است که مشق میکند برای روز مسابقه. روز مسابقه که است؟ وقتی که ویروس واقعی وارد میشد. بدن در آن زمان به تهلکه نمیافتد. یعنی آماده است. آماده است، دشمنش را شناخته است، در سرحدات آماده است که دشمن وارد سرحدات بشود، او را از بین ببرد. پس واکسن ها در مطالعات صدها میلیون نفری باعث شدند که فوت بیش از حد کم شود. آنهایی که خیلی وزنین قرار بود بگیرن دیگر خیلی وزنین نمیگیرن. لیکن شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشند که تا به امروز واکسن ها 100% پیشگیری نمی کنند. پس ما اگر واکسن زده ایم خیالمان راحت است فوت نمی کنیم یا خیلی 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 کم است و خیلی وزنی نمیگیریم، ولی احتمال دارد به صورت ملایم بگیریم. این را چرا میگم؟ به خاطر اینکه کسانی که واکسن زده اند هم باید نقاب
بزنند که خودشان منبع نشوند برای دیگران. آیا خود واکسن ها اصلا عارضه‌ای دارند؟ جواب این است عارضه دارند، ولی این عارضه ها تشویش دهنده نیست. یعنی اینکه در جایی که واکسن میزنن احتمال دارد درد ایجاد بشود، احتمال دارد سرخی قرمزی ایجاد شود، احتمال دارد فرد چند روز بیحال باشد یا حرارت بلندی پیدا کند. اینها همه واکنش های بدن است. پس بینندگان عزیز واهمه نداشته باشند. باید بینندگان عزیز دقت کنند، به خرافه ها گوش ندهند، به تبلیغاتی که منبع علمی نیست گوش ندهند، به علم باور داشته باشند. علم ثابت کرده است کمک بشر است. پس به این سبب واکسن ها هیچ گونه مشکلی در نسل ایجاد نمی کنند. سوال می شود همیشه واکسن ها نسل را از بین می برند؟ نه، نسل مرد نه نسل زن از بین نمی رود. آیا واکسن ها، بعضی واکسن ها مانند واکسن آسترازنیکا یک تهلکه ایجاد شد که این لخته شوی خون داده است و فوت؟ ببینیم چه بوده است موضوع. 39 میلیون نفر جمعیت اتحادیه اروپا که واکسن آسترازنیکا را زده بودند دیدند در هر 2 میلیون نفر یک نفر لخته شوی شدید منجر به فوت ایجاد شده است. وقتی که تحقیقات کردند دیدند این لخته شوی را می شود در زمانی که ایجاد می شود با دارو پیشگیری کرد. پس در هر 2 میلیون نفر یک نفر لخته شوی است که حاضر ما میدانیم چطوری درمان کنیم. پس هیچ تشویشی، واکسن هایی که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت و مکانیسم کوواکس گرفته است، سودشان، منفعتشان بیش از حد زیاد است در کم کردن فوت و عارضه هاشان بسیار محدود است. سوالی که شما فرمودید، آیا شخصی که از یک نمود واکسن زده است میتواند از نمود دیگری واکسن بزند؟ جواب این است بله، میتواند، منعیتی ندارد. بدانیم شنوندگان و بینندگان عزیز توجه داشته باشند، در دنیا ما کمبود تولید استحصال واکسن داریم. به این سبب حرکتی که در دنیا دارد انجام می شود این است که فوت را کمتر کنیم. پس اگر شخصی در نمود اول واکسن آسترازنیکا زده است و حالا واکسن آسترازنیکا نیست در دسترس و واکسن سینوواک هست، از خطای آمده است، می شود بزند، نگرانی ندارد. بعد چند مدتی قبول همین واکسن ها در ارگانیسم انسان آنتیتلا یا اینکه همون پوتان ها حاصل می شود که سیستم ایمنی انسان رو تا اندازه مستحکم کند. سپاسگزارم از سوال خیلی مهمی که مطرح کردید. ببینید، بینندگان باید توجه داشته باشند واکسن ها از زمانی که به بدن تزریق می شود 3 هفته طول می کشد تا حرکت کند دفاع. یعنی دفاع باید او را بشناسد، بعد حمله کند و حرکت کند. یعنی در واقع او تمرین بدن، اون مشق بدن 3 هفته طول می کشد. ولی سوال می شود که میگویند ما واکسن زده ایم و بیمار شده ایم. بینندگان عزیز دقت کنند، هیچ کدام از این واکسن هایی که در دنیا هست ویروس نیست، ویروس زنده شده نیست، قسمی از ویروس است. پس واکسن ها بیماری ایجاد نمی کنند. در آن شخصان چه شده است؟ یا 3-4 روز قبل از واکسن زدن، یا در زمان واکسن زدن، یا 3-4 روز بعد از واکسن زدن همزمان با ویروس هم در تماس و در علاقه بودند و به خاطر اون هوای آلوده بیمار شدند. پس پیش می آید شخصانی که واکسن میزنند و بیمار میشوند. 1. 2. باز هم من تاکید میکنم هیچ کدام از این واکسن ها 100% پیشگیری نمی کنند. پس احتمال دارد شخص هر دوایی واکسن را هم زده باشد و گرفتار بشود. به این خاطر است که ما میگوییم تا 85% جمعیت واکسن نزده است، ما باید نقاب را بزنیم. پس چرا ما واکسن مهم است که میگیم بزنیم اگر قرار باشد ما بیمار بشویم؟ چرا واکسن میزنیم؟ واکسن را میزنیم که فوت نداشته باشیم. واکسن را میزنیم که خیلی وزنین و بیمارخانه نرویم. هنگامی قبول یک وایای واکسینه، یعنی که از یک قبول یک وایای واکسینه تا به دیگر شخص چگونه باید رفتار کند؟ ببینید، واکسن هایی که در جمهوری تاجیکستان هست 2 وایه‌ای هستند. یعنی وایه یکم را میزنند، از 3 هفته تا 4 ماه بعد می توانند وایه دوم را بزنند. پیش از زدن واکسن، زمان واکسن زدن و بعد از واکسن آیا باید خوراکی خاصی بخورند؟ خیر. هر خوراکی خواستن می توانند بخورند. آیا باید داروی خاصی بخورند؟ خیر. هیچ دارویی نیاز نیست بخورند. تنها کاری که باید بکنند همین نقاب را بزنند. قبول همین واکسینه ها با کدام قشر جامعه می تواند آسیب پذیر باشد؟ تمام شخصان، همه شخصان بالاتر از کلانسالتر از 18 سال، نه وابسته به این که چه بیماری دارند، چه جنسیتی دارند، می توانند واکسن ها را بگیرند، استفاده کنند. سوالی که همیشه مطرح می شود این است که میپرسند من کسل دل دارم،
فشار بلندی دارم، کسل بیماری‌های گرده، مزمن بیماری‌های است. مزمن دارم، آیا واکسن بزنم یا نه؟ در این شخصان باید واکسن بزنن. بیشترین منفعت، بیشترین سود، بیشترین ثمره‌ناکی برای شخصانی است که بالاتر از 60 سال سن دارند و بیماری‌های مزمن مانند بلندی فشار، نارسایی‌های دل، نارسایی گرده، جگر دارند. اینا بیشترین ثمره را میبرند. پس حتما اینا در نوبت اول، گروه اول باید واکسن بزنند. هیچ منعیتی ندارد و تا به امروز که صدها میلیون نفر واکسن زدن، هیچ منعی برای هیچ گروهی نیست. شخصی که علاقه به ویروس با ارگانیسم او وارد شده است، این واکسینه ها را قبول کند و مدت 3 هفته که گفتید تواند که تاثیری مثبت رساند. خیلی نکته مهمی است که بینندگان دقت کنند. در دنیا بین کشورها دعواست که کی واکسن را بیشتر میگیرد. پس این یک اثر بخشی داشته است، یک ثمره‌ناکی داشته است. حاضر که جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی، دولت تاجیکستان، من میگم همیشه این واکسن ها را از دهان شیر در آورده اید، در دسترس کرده اید. خلق باید بداند ارزش این واکسن ها که به صورت رایگان هست، ثمره‌ناک است، باید بزند چون ثمره‌ناک است. ولی نکته ای که شما فرمودید این است: اگر شخصی بیماری را گرفته است 3 ماه باید بایستد بعد واکسن را بزند. چرا؟ ضدیتی ندارد اگر واکسن را زد، ولی او بدنش خودش دفاع اولیه را کرده است. بگذاریم 3 ماه بگذرد، وقتی که دفاع دارد سست می شود 2 مرتبه واکسن را میزنیم که این دفاع را به حالت بالاتر و آماده تر ببرد. پس اگر کسی بیمار است، واکسن زده است، نگران نباشد، هیچ مشکلی ایجاد نمیشد. ولی بهترین نفعی که میبرد، بهترین سودی که میبرد این است که 3 ماه از بیماریش گذشته باشد که بدن دفاعش دارد سست میشود، بعد واکسن را میزنیم، دفاع را میبرد به حالت آماده باش کامل. چون امروز مشاهده میشود که بی‌پروایی بعضی از نفران، یعنی شهروندان، امروز کمی هم نسبت رعایت قاعده‌های بهداشت، خصوصا نسبت استفاده نقاب‌ها به توجه شدند و آیا این به توجهی تا کدام اندازه میتواند خطر را به میان آورد؟ ببینید، نکته خیلی مهمی است که شهروندان گرامی، بینندگان برنامه توجه داشته باشند. اگر بی محابا باشند، بی احتیاط باشند، خلق بیشتر بیمار می شود. و واقعیت این است که ما باید نقاب بزنیم. بعضی ها میگن گرم است، ما گرما نمیتوانیم نقاب بزنیم. سوال من از این شهروندان عزیز این است: آیا در این گرما نقاب زدن سخت‌تر است یا گرفتار شدن به یک بیماری که ما مجبور بشویم در بخش احیا بستری بشویم و خودمان را یا عائلمان را یا کسانی که دوست داریم در خطر فوت قرار بدهیم؟ پس ببینید، این مهم است. گرما را ما هم میفهمیم، هیچ کس دوست ندارد که در این گرما نقاب بزند، ولی ما باید ببینیم بحث این است که یک مشکل است تحمل این گرما و نقاب زدن، یک مشکل است تحمل فوت عزیزترین کسان ما. پس به این خاطر من التماسی که دارم از بینندگان و شهروندان گرامی، این موضوع را شوخی نگیرند، ساده نگیرند، حتما نقاب بزنند. یعنی ما در برابر اونی که امروز هوا گرم است گفتید و بعضی از نفران نقاب نمی‌پوشند، یعنی که استفاده نقاب ها را رعایت نمی‌کنند، ما امروز برای سالمی خود و ما امروز برای سالمی اهل و عائله خود، امروز ما برای سالمی جامعه خود باید هم از نقاب های طبی استفاده کنیم و باید هم همین رعایت قاعده های بهداشت را اجرا کنیم و باید هم از واکسین ها را قبول نماییم که تا اینکه سالم بمانیم، تا اینکه عزیزان ما سالم باشد و تا اینکه جامعه امروزی ما سالم بماند. تشکر زیاد برای صحبت و فکر میکنم یک صحبت خیلی هم صمیمی بود و فکر میکنم توصیه های مفید و سودمند برای تماشابین برنامه ما پیشنهاد داشته. منم به نوبه خودم از شما سپاسگزارم برای دعوتی که کردید و از بینندگان محترم برای اینکه حوصله کردند و برنامه ما را تماشا کردند. سلامت باشید و بینندگان عزیز، انجام صحبت روز است. در مهمانی ما بودند دکتر آرش علایی. تا برنامه دیگر، خیر.